به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت عزیزان گرانقدر. سلام ویژه خدمت تمام هممسلکانم در تمامی حالت در خدمت مردم و جامعه خود می باشند. آرزوی صحتمندی همه عزیزان چینل یوتیوب ادویه شناسی فارمدی را از خداوند متعال خواهانم. لطفاً برای حمایت از ما چینل یوتیوب ادویه شناسی فارمدی را سابسکرایب نموده و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. اومگا 3 چیست؟ برای چی خوب می باشد؟ خواص اومگا 3 چگونه می باشد؟ فواید اومگا 3 برای زنان و مردان، بهترین زمان مصرف اومگا 3، نحوه مصرف اومگا 3 و عوارض جانبی اومگا 3 چگونه می باشد. اومگا 3 اسیدهای چرب اومگا 3 گروهی از اسیدهای چرب ضروری هستند که نقش مهمی را در بدن انسان ایفا کرده و در حفظ سلامتی بدن تأثیر بسزایی دارند. بدن انسان قابلیت تولید اومگا 3 را ندارد و این ماده مغذی باید از طریق مواد غذایی برای بدن تامین شود. اسیدهای چرب اومگا 3 سه نوع مهم می باشند: الفا لینولنیک اسید، دوکازو هکسانویک اسید و ایکوزو پنتونیک اسید. مورد اول بیشتر در منابع گیاهی یافت می شود، در حالی که دو نوع دیگر بیشتر در منابع حیوانی وجود دارند. خواص اومگا 3 برای پوست. یکی دیگر از فواید اومگا 3 مربوط به سلامت می شود. اسیدهای چرب اومگا 3 این قابلیت را دارند که از پوست در برابر اشعه مضر UV محافظت کرده حساسیت به نور را کاهش دهند، احتمال بروز جوش و اکنه را کمتر کنند و حتی در کاهش علائم درماتیت اتوپیک نیز مؤثر واقع شوند. خواص بی‌نظیر این ترکیب مغذی موجب می شود تا از ماسک اومگا 3 برای پوست نیز استفاده شود. فواید اومگا 3 برای خانم ها: درد قاعدگی را کاهش می دهد، ارتریت روماتوئید را تسکین می بخشد، ممکن است در جلوگیری از پوکی استخوان جلوگیری نماید و همچنین فواید اومگا 3 برای مردان: از سلامت قلب محافظت می کند، سلامت مفاصل و استخوان را بهبود می بخشد، از عملکرد صحیح مغز محافظت به عمل می آورد، در کنترل فشار خون نقش دارد، سطح کلسترول خون را در حد تعادل نگه می دارد، به تسهیل گردش خون کمک می کند، سلامت چشم و سیستم بینایی را بهبود می بخشد، به سلامت سیستم تناسلی در مردان کمک می کند. همچنین تحقیقات نشان می دهد که مصرف مکمل اومگا 3 احتمالاً فواید بیشتری داشته باشد: کاهش ریسک ابتلا به کرونا، مقابله با افسردگی و اضطراب، تقویت سلامت چشم و سیستم بینایی، کمک به بهبود بیماری‌های ارتریت، پیشگیری از برخی سرطان‌ها مثل پروستات و سینه، کاهش علائم سندروم پیش از قاعدگی، بهبود کیفیت خواب. بهترین زمان مصرف کپسول اومگا 3. همانطوری که در قسمت قبل اشاره کردیم، بعضی از شواهد حاکی از آن هستند که بهترین زمان مصرف اومگا 3 همراه با عادت‌های غذایی چرب است تا جذب آن در بدن افزایش یابد. پس کپسول اومگا 3 را همراه با صبحانه، نهار یا شام میل کنید. با این حال دقت کنید که در هر زمان دیگری از روز هم می توانید این مکمل را مورد مصرف قرار دهید. نحوه مصرف کپسول اومگا 3: مکمل اومگا 3 را به طور معمول روزانه یک عدد باید مورد استفاده قرار گیرد. البته بستگی به دوز مکمل و سن فرد نیز دارد. این فراورده را می توانید همراه با یک گلاس آب مورد استفاده قرار دهید. شما در هر زمانی از روز می توانید کپسول اومگا 3 را بخورید، اما بهترین زمان مصرف این مکمل
در کنار وعده‌های غذایی است که حاوی چربی‌های مفید هستند. در این صورت کپسول امگا 3 جذب بهتری در بدن خواهد داشت. مصرف این مکمل در کنار غذا عوارض جانبی ناشی از آن را که ممکن است شامل اختلالات گوارشی باشد کاهش می‌دهد. کپسول امگا 3 کاملا ایمن است و معمولا هیچ نوع عارضه‌ای ندارد، اما در موردی که عارضه جانبی مشاهده می شود می توان دوز مصرفی را به 2 نیم تقسیم کرد. عوارض شایع کپسول امگا 3 که معمولا با مصرف دوزهای بالا رخ می دهد شامل ناراحتی‌های گوارشی مانند نفخ، تهوع و شل شدن مدفوع، احساس طعم ماهی در دهان و بوی بد تنفس است. عوارض جدی‌تری که بیشتر در دوزهای بسیار بالا دیده می شوند شامل افزایش قند خون، کاهش فشار خون، افزایش خطر خونریزی مانند خونریزی لثه یا بینی و در برخی مطالعات افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات یا مشکلات قلبی می باشد.